بسم الله الرحمن الرحیم. در نزد الله بنده های هستند که به مقام آنها پیامبران و شهیدان حسد میبرند. در نزد الله بنده های هستند که آنها پیغمبر نیستند و آنها شهید نیستند، اما پیامبران و شهیدان به مقام آنها در نزد الله حسد میبرند. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال کردند: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، کیند این مردم و برای کدام کارشان این گونه مقام دارند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: آنها آنند که همدیگر را به خاطر الله دوست می دارند. بین آنها رشته خویش و تباری نیست و بین آنها همکاری پول و مالی هم نیست. به الله قسم که در روی آنها نور است و آنها در بالاترین زینه های روشنایی اند. آنها نمی ترسند وقتی که دیگران می ترسند. آنها آزرده نیستند وقتی که دیگر مردم آزرده حالند. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت آنها نمی ترسند وقتی که دیگر مردم می ترسند و آنها آزرده نیستند وقتی که دیگر مردم آزرده حالند، او رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت را خواند: آگاه باشید که بر دوستان خدا بیمه نیست و غمگین نمی شوند. سوره یونس آیت 62. حدیث ابو داود رقم 3527. شیخ البانی این حدیث را صحیح گفته است.